لسر بانگان و نراتی انجمنان اجتماعی کرد لهرما کردستانه دوه لکامپا باریکه یا پنابرین روجاوای کردستانه لگوندوار پارزگاه سلیمانیه خونیشاندانه که شرمزار کرنا کمکوژی قامشلویه و هف خمی لگل مالبات قربانیان و بدنگی ناف دولتی هات لدرخستن. دوی خونیشان دانده پنابرین کامپه جوان و زاروک و جن و میر و رخصتنین کامپه و نونرین انکسی اماده بون. هر دوی خونیشان دانده سلوگان شرمزار کرنا و کمکوژی و بانگا یکریزی مالا کرد و داخوازا درباز کرنا پیشمرگه روجاوای کردستانه هر وحال هفت کرنا آلین سیاسی ین کردیل روجاوای کردستانه بلز بلند کرن. هر دوی خونیشان دانده سلوگان رش به بجی یکیتیا گل کرد و شهید نامرن هاتن آویتن. تقین قامشلو ده 27 مهده بریا کمیونک بمبکری هات انجام دان که ده انجام ده بدهان ولاتین کردین سیویل بونه قربانی و هنجی هجماره که ندیار ونداید بن کابلان دمانه.